اگه دوست دارین داخل ماشینتون همیشه تمیز باشه و مثل آینه برق بزنه، این پست رو لایک کنین که هم اینستاگرام پست‌های بعدی ما رو بهتون نشون بده و هم ما رو دلگرم کرده باشین و ادامه این پست رو از دست ندید. بله، اینجا جارو شارژی از برند بیسیس رو داریم. این جارو برقی سایز خیلی کوچیک و قابل حملی رو داره و به راحتی داخل ماشین و یا کیفتون و یا هر جای دیگه جا میشه. این دستگاه جذاب طراحی خیلی ساده و شیکی رو داره و به دلیل طراحی ارگونومیک استوانه اون به راحتی میشه داخل دستتون بگیرین و ازش استفاده کنین. جنس بدن این دستگاه از متریال ABS PC و آلومینیوم بوده و خیلی مقاومت عالی رو داره. ظرفیت این جارو برقی 60 میلی لیتر هستش و شما میتونید به راحتی اون رو باز کنین و از زباله‌ای که جمع شده رو خالی کنیم. مهمترین شاخصه و ویژگی این دستگاه وایرلس بودن اون هستش که کار رو با اون خیلی راحت کرده. این جارو برقی میتونه به شما 20 دقیقه شارژ دهی بده و حدوداً 3 ساعت هم زمان میبره تا شارژ بشه و از طریق درگاه تایپ C که این پشت داره شما میتونید اون رو به برق متصل کنید. همچنین سری‌های مختلفی که واسه این دستگاه تعبیه شده تمام نقاط کور ماشین رو در واقع پوشش میده. توان این محصول 70 وات هستش که مکش لازم و قدرتمند رو برای تمیز کردن ماشین بهتون میده و همچنین 3 تا چراغ LED بر روی این محصول قرار داره که میزان شارژدهی این محصول رو بهتون هشدار میده. اگه دوست دارین از محتویات داخل جعبه این محصول با خبر بشین، پست قبلی ما که پست آنباکس این محصول هستش رو از دست ندین. خب رفقا، این پست رو سیو کنین که اگه خواستین یه جارو برقی خیلی شیک و به درد بخور واسه ماشینتون بگیرین یا بررسی اون رو نگاه کنین، سریع برین سر وقتش. همچنین این دستگاه 6 ماه گارانتی داره و قیمت این محصول رو واسهتون تو کپشن همین پست میذاریم و شما میتونید واسه تهیه اون به دایرکت مراجعه کنید. مرسی که مثل همیشه واسه خودتون ارزش قائل بودین و تا آخر این بررسی رو با ما همراه بودین. یا علی مدد، خدا نگهدار.